حمیدرضا رجبزاده به قتل رسید. چه شخصی یا اشخاصی در قتل این مداح نقش داشتند؟ چرا بخشایی از حاکمیت در ابتدا سعی کردند تا جریان پادشاهی خواهی را مقصر این حادثه قلمداد کنند؟ چرا رسانه‌های حکومتی بدون ارائه سند و مدرک موجی از اتهامات حساسیت برانگیز را منتشر ساختند؟ جمهوری اسلامی دقیقاً به دنبال چیست؟ راهی برای مشروعیت بخشیدن به اعدام‌هایش یا تلاشی برای توجیه سرکوب‌های آتی؟ من امیررضا امیرشاهی هستم و در این ویدیو به سراغ عملیات روانی پرچم دروغین میروم. لطفاً با من همراه باشید. تصویر شهید حمیدرضا رجبزاده از مداحان اهل بیت که چند روز پیش توسط حقوق سلطنت طلب روبوده شد و به طرز فجیعی به شهادت رسید و فیلمی که پیدا کردن ایشون برای خانواده‌اش و همکاراش فرستادن. حالا که بازی رو شروع کردید، به قول اون جمله معروف، هر جا ما شما رو دید می‌زنیم مبارک ما باشه، هر شما ما رو دید بزنید مبارک شما باشه. ما مثل شما بی‌تخم نیستیم، ما مثل شما ترسو نیستیم. من مشاور اجاری علنا اومدم جلوی دوربین دارم تحلیلتون می‌کنم، هیچ غلطی هم نمی‌تونید بکنید. این دفعه به کف خیابون گیر قبلی هم گفتم، این دفعه به کف خیابون والله العلی العظیم به جان امام شهیدم، به جان امام حاضر سید مصطفی خامنه‌ای یه جوری ریش ریشتون می‌کنیم، یه جوری تیک تیکتون می‌کنیم با کاردک روی زمین پزشکی قانونی جمعتون می‌کنه. بعدش هم نه تو سرخونه، نه تو استالخونه، تو قبرستان مسلمین می‌گیم جنازه‌تون رو دست سگ‌ها بخورن. در مطالعات علوم سیاسی اصطلاحی داریم به نام عملیات پرچم دروغین که به اقدامات امنیتی و نظامی برنامه‌ریزی شده اطلاق میشه که طی اون یک ساختار قدرت یا یک دستگاه اطلاعاتی دست به انجام جنایت، تخریب یا آشوب میزنن و سپس با طراحی یک سناریوی رسانه‌ای پیش ساخته مسئولیت اون رو به گروه‌های مخالف، رقبای سیاسی یا دولت‌های متخاصم نسبت میدن. هدف از این راهبرد دستکاری هیجانات عمومی، فلج کردن عقلانیت جمعی و در نهایت خلق یک بستر مشروع برای اعمال قوانین اضطراری، افزایش سرکوب و در نهایت حذف فیزیکی منتقدان است. حکومت‌های اقتدارگرا دریافتند که اعمال سرکوب بدون بسترسازی روانی هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی سنگینی به همراه داره. از این رو اونا با طراحی سناریوهای کشته‌سازی و خلق قربانیان نمادین افکار عمومی رو دچار شوک کرده و جامعه رو در حالت اضطرار اخلاقی قرار میدن تا بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های شتاب زده پاسخی طبیعی به تهدید امنیت ملی تلقی بشن. این الگوی رفتاری در تاریخ معاصر ایران کارکردی ویژه و مستمر داشته. در آستانه انقلاب 57 فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان به عنوان یکی از سهمگین‌ترین اقدامات خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان رخ داد که با هدایت جریان‌های انقلابی به حکومت وقت نسبت داده شد. اینجوری می‌خواستن باعث فرایند ریزش مشروعیت رژیم گذشته بشن و انقلابی شدن افکار عمومی. پس از استقرار جمهوری اسلامی نیز این تاکتیک در برهه‌های مختلف بازتولید شده. حذف چهره‌های مذهبی و هنرمندی مستقل نظیر سید جواد ذبیحی در تیر ماه سال 1359 که پس از آزادی از زندان به شکل فجیع به قتل رسید و پیکرش مسله شد، نمونه زودهنگام از خشونت‌های مجهول در فضای پس از انقلاب بود. در نمونه‌های متأخر ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده رو داشتیم که همین چند روز پیش خبرش در اومد و الان یکی از مهمترین اخباری هستش که بهش رسانه‌ها میپردازن و مسئله امنیتی هم محسوب میشه. پس از انتشار ویدیوی جنایت و کشف پیکر این مداح وابسته به حکومت، رسانه‌های رسمی نظیر تصنیم، مهر تابناک بدون طی شدن مراحل تحقیق مستقل قضایی موجی یکپارچه از اتهام‌زنی را علیه جریان‌های مخالف و شبکه‌های برانداز آغاز کردند. تحلیل واکنش‌های سازمان یافته رسانه‌ای نشون میده که هدف ساختار قدرت از برجسته‌سازی چنین جنایاتی ساختن فضای هیجانی برای مقابله با کارزارهای حقوق بشری مانند نعب اعدام، تخریب چهره گروه‌های اپوزیسیون و آماده سازی ذهن جامعه است برای اجرای موج جدیدی از احکام اعدام و سرکوب‌های خیابانی. همه این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌پذیرد که مشخص شده علت قتل رجبزاده مسئله ناموسی بوده و مزاحمت‌های او برای یک بلاگر خانم منتج به این قتل شده.
عملیات پرچم دروغین و پروژه‌های کشته‌سازی بر پایه یک سازوکار 3 مرحله‌ای و کاملا حساب شده استوارند. در مرحله نخست یک هدف نمادین، حساسیت برانگیز یا واجد ارزش عاطفی برای بدنه حامیان حکومت یا عامه مردم انتخاب میشه تا وقوع جنایت بیشترین میزان شوک روانی رو ایجاد کنه. آسیب وارد شده در این مرحله باید به اندازه فجیع باشه که مجال هر گونه پرسشگری منطقی رو از جامعه سلب کنه. در مرحله دوم ماشین تبلیغاتی حکومت وارد عمل میشه و با ایجاد تک صدایی رسانه‌ای روایت واحدی رو پمپاژ میکنه. در این فرایند نهادهای امنیتی و خبرگزاری‌های وابسته پیش از انجام تحقیقات جامعه کارشناسی انگشت اتهامشون رو به سوی مخالفان نشانه رفته و با برچسب زنی تروریستی زمینه رو برای جرم‌انگاری معترضان فراهم میکنن. در مرحله سوم حکومت نقدینگی سیاسی حاصل از خشم و شوک جامعه رو نقد میکنه. این مرحله شامل تصویب قوانین سختگیرانه، تعلیق حقوق مدنی، بازداشت‌های محفلی و اجرای سریع احکام سنگین نظیر اعدامه. حکومت با ادعای پاسخ به خواست عمومی برای تأمین امنیت سرکوب رو به عنوان یک ضرورت اجتماعی جا میندازه. حالا بریم سراغ چند نمونه تاریخی از عملیات پرچم دروغین. این چند مورد رو با هم بررسی میکنیم. در شب 27 فوریه سال 1933 ساختمان پارلمان آلمان در برلین دچار آتش‌سوزی گسترده شد. آدولف هیتلر که تنها 4 هفته پیش به مقام صدر اعظمی رسیده بود، بلا فاصله این حادثه را به عنوان بخشی از یک توطئه بزرگ و قیام مسلحانه توسط حزب کمونیست آلمان معرفی کرد. یک جوان کمونیست هلندی به نام مارینوس فان در محل حادثه دستگیر شد. اگرچه اسناد تاریخی و تحقیقات بعدی احتمال دست داشتن نیروهای نیمه نظامی حزب نازی رو در برپای این آتش سوزی مطرح کردند، اما نازی‌ها حداکثر بهره برداری سیاسی رو از این اتفاق بردند. روز بعد هیتلر فرمان اضطراری صادر کرد به نام برای حفاظت از مردم و حکومت. این را از رئیس جمهور هیدنبورگ گرفت که به موجب آن آزادی‌های مدنی، آزادی بیان، تجمع و حریم خصوصی تعلیق و هزاران هزار فعال سیاسی هم دستگیر شدند. این حادثه را سنگ بنای اصلی ساختار دیکتاتوری آلمان نازی می‌دونن. در 18 سپتامبر سال 1931 افسران ارتش کوانتونگ ژاپن مقدار کمی دینامیت رو در نزدیکی خط راهن متعلق به شرکت راهن جنوب منچوری در نزدیکی شهر مکدن منفجر کردند. میزان انفجار چنان ضعیف بود که خط راهن آسیب جدی ندید و یک قطار هم تونست دقایقی بعد از اونجا عبور کنه. با این حال ارتش ژاپن نیروهای نظامی چین رو به این خرابکاری متهم ساختن و از اون به عنوان بهانه‌ای برای حمله همه‌جانبه و اشغال کامل منطقه منچوری استفاده کردند. این عملیات پرچم دروغین منجر به تأسیس حکومت دستنشانده مانچوکو و آغاز توسعه طلبی نظامی ژاپن در آسیا شد. در 31 اوت سال 1939 در آستانه آغاز جنگ جهانی دوم، نیروهای امنیتی SS آلمان نازی عملیاتی فوق سری با نام کد عملیات هیملر رو به اجرا گذاشتند. نیروهای آلمانی با پوشیدن لباسهای نظامی ارتش لهستان به ایستگاه رادیویی آلمانی گلایویتس در منطقه مرزی یورش بردند. پیام‌های تند ضد آلمانی مخابره کردند و جسد یک شهروند غیر نظامی مقتول رو با لباس لهستانی در محل باقی گذاشتند تا به عنوان مدرکی برای اثبات تجاوز لهستان ارائه بشه. صبح روز بعد آدولف هیتلر در سخنرانی رسمی خودش با استناد به این حادثه ساختگی حمله نظامی به لهستان رو اقدامی دفاعی نامید و جنگ جهانی دوم از همین نقطه آغاز شد. در 26 نوامبر سال 1939 ارتش سرخ شوروی روستای مرزی ماینیلا در خاک خود را هدف آتش توپخانه قرار داد.
حکومت شوروی بلافاصله نیروهای نظامی فنلاند رو متهم کرد که مواضع شوروی رو زیر آتش گرفتن و باعث کشته و زخمی شدن سربازان شوروی شدند. با وجود تکذیب قاطعانه دولت فنلاند و پیشنهاد این دولت برای انجام تحقیقات بیطرفانه بین المللی، اتحاد جماهیر شوروی پیمان عدم تجاوز را لغو کرد و 4 روز بعد حمله همه جانبه را به فنلاند آغاز کرد که خیلی معروف به جنگ زمستان. اسناد محرمانه افشا شده پس از فروپاشی شوروی تاکید می‌کنند که این توپباران کاملا توسط دستگاه امنیتی شوروی طراحی و اجرا شده بود. در اول دسامبر 1934 سرگئی کیروف، دبیر محبوب حزب کمونیست در لنینگراد، به دست جوانی به نام لئونید نیکولایف به قتل رسید. شواهد تاریخی نشون میدن که اگرچه قاتل انگیزه‌های شخصی داشته، اما دستگاه امنیتی استالین از نیت اون مطلع بوده و تعمداً محافظان کیروف رو کنار زده تا ترور انجام بشه. استالین بلافاصله این ترور رو به توطئه مخالفان داخلی حزب نسبت داد و از اون به عنوان جرقه‌ای برای آغاز داکترین تصفیه بزرگ بهره برد. در جریان این تصفیه بزرگ یا سرکوب سراسری، صدها هزار نفر از کادرهای برجسته حزب، فرماندهان ارشد نظامی و شهروندان عادی اعدام یا به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند. تحلیل ساختار تبلیغاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نشون میده که استفاده از نمادهای مذهبی و مظلوم نمایی برای توجیه سرکوب یک استراتژی مستمر بوده. نظامهای توتالیتر مذهبی تلاش میکنن هر گونه خشونت یا مرگ مجهول رو به سرعت در سیستم عقیدتی خودشون جذب کرده و از اون به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشی به اشد مجازات درست کنند. قتل سید جواد ذبیحی در تیر ماه 1359 الگوی زود هنگام از این رفتار رو نشون میداد. ذبیحی مناجاتخوانی برجسته بود که به دلیل اجرای برنامه‌های مذهبی در رادیو پیش از انقلاب، پس از انقلاب سال 57 مدتی به زندان افتاد. او با وجود آزادی به دستور مقامات ارشد توسط افراد مجهول روبوده شد و به طرز فجیعی به قتل رسید و تصاویر جنازه تکه تکه شدهش برای روزنامه ها ارسال شد. دستگاه‌های وقت بدون ارائه یک روند شفاف قضایی جنایت رو به عناصر گروهکان نسبت دادند تا از فضای متشنج اون دوران برای حذف چهره‌های مستقل غیر مکتبی استفاده کنند. چند روز پیش هم قتل حمیدرضا رجبزاده، مداح وابسته به نهادهای حکومتی، بار دیگر این سازوکار را فعال کرد. خبرگزاری‌های وابسته مثل تصنیم، مهر و تابناک بلافاصله پس از انتشار ویدئوی جنایت پوشش گسترده همزمانی را آغاز کردند. این رسانه‌ها بدون ارائه مدرک مستند قضایی یا طی شدن پروسه بازپرسی بیطرفانه قتل مداح رو به سلطنت طلبان، شبکه‌های خشونت طلب برانداز و دستگاه اطلاعاتی خارجی نسبت دادند. بازخوانی تحلیل‌های انتشار یافته در رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد که مانور روی قتل این مداح اهداف مشخصی را دنبال می‌کنه. در نخستین مرحله شاهد خلق یک سوژه مظلومیت هستیم برای تهییج بدنه حامیان حکومت و بازسازی معنوی نیروهای سرکوب. دومین نکته تلاشی است که برای برچسب تروریستی زدن به مخالفان و جریان پادشاهی‌خواه میشه. سومین مسئله هم ایجاد یک موج خشم ساختگی برای تقابل با کمپین‌های حقوق بشری نه به اعدام است. رسانه‌های وابسته با برجسته سازی مطالبات مربوط به قصاص و اعدام سریع زمینه روانی را برای صدور و اجرای شتاب زده احکام اعدام برای معترضان سیاسی فراهم می‌سازد. اقدام هماهنگ نیروهای حکومتی در استفاده تبلیغاتی از مرگ یک مداح بیش از آن که واکنشی انسانی باشد، کنشی تشکیلاتی است که باید منتظر ماند و دید چه اهدافی رو دنبال می‌کند. مردم ما این ترفندها را تجربه کرده و میدونن جمهوری اسلامی ابایی از اجرای پروژه‌های کشته سازی نداره. اساساً هر کشته که کمک کنه رژیم مستبد مظلوم به نظر برسه و یا خشونت‌هاش رو مشروع جلوه بده
قطعا یک سناریوی حاکمیتی است. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. لطفاً کامنت بذارین و کمکم کنین تا در ویدیوهای بعدی براتون گزارش‌های بهتری رو تولید کنم. تا دیدار دیگر، بدرود.